این شکلی به حالا اجازه شروع بازی رو نمیده آقای بنیادی فرصت به خاطر این ورود ضربه اسکوچیچ به همین دلیل بوده. اما اگر تصمیم بر اعلام آفساید باشه خودش رو اضافه پولار شده. و منتظر هستیم تا ببینیم تصمیم آقای بنیادی فرد برای دموکرات چه خواهد بود. شاید دلیل توقف بازی اسالیبی است که می‌بینید، یعنی عدم دید کافی از نظر داور مسابقه و تو موریدی برمیگردونه. یه لحظه آلبرت حالا اسماعیلی فرد به هواداران ترابزون هم اشاره میکنه که خوشحال باشن. یه تشکر ویژه بکنم برای این ثانیه‌های پایانی از همه عواملی که دست به دست هم دادن که این بازی رو به صورت زنده از شبکه‌های مختلف تقدیم حضورتون بکنیم. مدیران مراکز